کارتون جمع بده. گل کامسال. پولی چنده؟ نهانیه نمیده. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار سنگر دشت. امروز دوشنبه 29 بهمن ماه و ساعت حدود 11:30 صبح. چند وقت پیش ولاگی از گردش در دوشنبه بازار شفت در کانال قرار دادیم که ولاگ امروز در ادامه اونه و تصمیم گرفتیم که این بازار در آب و هوای بارانی و ابری هم سری بزنیم و حال و هوای دوست داشتنی اون رو برای شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. پس اگر به بازارگردی در شمال ایران علاقه دارید با ما همراه باشید. راستی ولاگ رانندگی از رشت به شفت و همچنین از شفت به شهر سنگر رو هم به زودی در کانال قرار خواهیم داد. بازار سنگر در روزهای دوشنبه در نزدیکی مرکز شهر برگزار میشه که تا غروب ادامه داره. عرضه محصولات محلی و کشاورزی و همچنین میوه و تره بار در اون وسیع‌تره. شهر سنگر مرکز بخشش سنگر شهرستان رشته که در فاصله 15 کیلومتری از شهر رشت قرار داره و به خاطر قرارگیری در مسیر راه تهران برای بسیاری از عزیزان ناماشناست، چه کسانی که قصد دارن از جاده سنگر سیاهکل به سمت شرق برن، چه دوستانی که از سنگر به کوچه اصفهان و به سمت دریا میرن و چه عزیزانی که مستقیم به سمت رشت میرن. امامزاده هاشم هم جزء بخش سنگره که اولین روستای شهر رشت از سمت تهران محسوب میشه. دریاچه سد سنگر، چشمه آب معدنی چشماگل، پارک جنگلی سراوان و موزه میراث روستایی از جاهای دیدنی این بخش محسوب میشه. ولاگ این جاهای دیدنی و همراه گردش در شهر سنگر و همچنین رانندگی از جاده کوچه اصفهان به سنگر رو قبلا در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست شهر سنگر کانال ما موجوده. لینک این شهر رو برای دسترسی راحت شما عزیزان در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. راستی علت نامگذاری این شهر پناهگیری جنگجویان در زمان جنگ ایران و روسیه است. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، بازارهای محلیش و جاهای دیدنیش علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش و این هوا لذت ببرید. گوجه خیال سی تومن. Aliás, você não hoje. گوجه خیال سی تومن. گوجه
حالا نمیدونم درستش کنم سخته یه پیدا کردم ولی ببینم اگه تونستم برش بدم پیدا کردم آره فقط به نمیدونم برش بدم آره نه خسته نباشید. بیا محمد بیا. نالتون محمد نگاهی هفتتونی برو سلام علیکم. سلام اون تالا الان بچه برای این نتی برای. چند خسته نباشید. چنده این چنده؟ 60 تومن 40 تومن زنجان 60 پیازم چه؟ پیاز 60 تومن ازا توی رستا برای کاشتن بیدو که خوشحال بودی نمونه بیاو خدا منار میده ممکنه خوشحال آج خانم کاکا داره صورت خسته نباشید. دست شما بنده چند سال اینجا مغازه دارین؟ مچاس کارتون چند سال اینجا؟ 56 سال شما بودی یا نی اومدید؟ در شیرشون ندید اون موقع ما میفروختیم 4 کیلو یک تومن الان کیلو چنده؟ 180 تومن من میدم 150 تومن ای دنیا ای دنیا من از 15 سالگی کار من اینه خدا بهتون سلامتی بده این بازنجین که میشه
کسی بخواد گل پامچال پولی چنده؟ چه خوشگل گلا نه تربو بار دنی 20 نه جان تربو بار دنی 20 بار سلام تربو بار دنی 20 نه جان تربو بار دنی 20 همون سبزی فروش بارون گرفت چسبان هم بود خیلی آدم عویز داره کیلوی 30 تا باقایی 70-80 سیر هم میگفتن 70 تا 100 اصلا اون مرنجیه؟ جنبال تیمیجان بهش میگن میمردای بله مرا کیف میمردای نروش نه دوست ندارم درندش از کارم اینی فیلم دایی این هایی فیلم خودمون خواست کنم درندش فیلم بخوری ها ممنون مرسی کی بوده؟ بابر یا بابر کی بوده؟ دیدیم دوستان بعضی دوست ندارن ازشون فیلم بگیریم خسته نباشید گدو کیلو چنده الان؟ 580 تومن ماشاءالله این خورشتی ها چی؟ 400 تومن اصلا هم داریم خسته نباشید سلامت GoPro نه فیلمه فیلمه قابل نه مسافرتی خوبه قابل نه اصلا و اصلا السماء ونیا و مدرس بشاسته یا دوی آقا سر چل آقا سر چل یعنی مربادان تموم شد خسته نباشی بیا سر چل
خسته نباش. من حاجی پنیر داریم. حاجی خسته نباش. سلام علیکم. این دوغ یا ماسته؟ ماست چکیده. ماست چکیده. گوسفندی یا گاوی؟ گاوی ها؟ محلیه دیگه نمیدونم. اینا پنیر خیکیه. بله. این پنیر سیامزیه. اینا پنیر محلیه. اینم کره. من بیا بگیر. اینم با بنا رو. روغن زیتون هم روغن زیتون. اصلا نباشه. باویش آقا 120 کافی آقا کبابی اولی کبابی علي انا هاي رفع حساب داشته باشی حساب جان بارون کم اومده. این گرده چند آقا؟ اصل بخاطره داره. ولی خاله باند یا کنم رسومت خاله باند چند دقیقه
خسته نباشی حاجی. نشان بدم پلیس بزنش مایی چیه؟ بوتوپاد دونه چنده کیلویه دونه؟ کیلو 140 مامان نه